سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله کدش یو سمینار کې و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات یک کافر چقدر که ثروت خود مصرف کنه، به مردم پول بسازه، سرک بسازه، برق بیاره، برشان شفاخانه بسازه، به کافر کدام فایده در آخرت نداره. کفار الله متعال مخلد فی النار حکم کرده، همیشه به دوزخ می باشد. یک هدف اصلاح روح است از تربیه اسلامی. تربیه اسلامی قرآن و سنت است. روح اصلاح میشه، مشرف به ایمان میشه. رابطه ای با الله متعال قائم میشه. دوم هدف از تربیه اسلامی اصلاح عقل است. کسی که تربیه اسلامی را می آموزه عقل اصلاح میشه. عقل به این حکم میکنه که الله متعال را عبادت کن، از عبادت غیر الله پرهیز کن. عقل به این حکم میکنه که محرمات است، قبیح است، بد است، زشت است. و این عقل اصلاح میشه به تربیه اسلامی به توسط قرآن و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم. و همچنان اصلاح بدن به تربیه اسلامی است. این در قرآن است که انسان نفس خود را به هلاکت نندازه. با احادیث نبی علیه السلام نمونه ای آشکار است که نبی علیه السلام روزه می گرفت، شب افطار می کرد، شب نماز می خواند و هم خواب می کرد. این اصلاح بدن است توسط تربیه اسلامی. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.